بسم الله الرحمن الرحیم. میلاد حضرت فاطمه صلی الله علیه و آله و سلم رو تبریک میگم به اعضای گروه. امروز میلاد کسی هست که شناخت معرفت ایشون بسیار پیچیده و پر از اسراره. در ادامه بحث‌های معرفتی شناخت حضرت از طریق آیات قرآن که بخش اولش رو ارائه دادیم در ایام فاطمیه، در روز تولد ایشون ضمن تبریک روز تولد و همچنین به تمام تبریک به تمام مادران و همسران و خانم‌ها به برکت این روز، یک نکاتی رو به صورت خلاصه در رابطه با حضرت زهرا از آیات قرآن و شعرهای مولانا بهش اشاره میکنیم. برای درک معرفت حضرت زهرا ما میایم به داستانی که از هبوط حضرت آدم صورت گرفت که علامه مجلسی در واقع این اسمایی که در واقع آیه 37 سوره بقره فتلقی آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم، میگن زمانی که حضرت آدم از خدای خود کلماتی را پذیرفت، تلقی کرد، آموخت و خدا بابت اون توبه ایشون رو پذیرفت. اینجا خب حالا بحث‌های مختلفی داریم، توی تفاسیر مختلف میگن سوره 33 اعراف بوده، اونجا که اومده وقتی اینو گفته خدا پذیرفته. ربنا ظلمنا انفسنا و این لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. خداوند بر خودم ستم کردم، اگه تو منو نبخشی رحم نکنی من از زیانکارانم. و بعضیا گفتن که دعا و نیایش اللهم لا اله الا سبحانه که به حمد رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی لک لی انک غیر الغافرین. اللهم لا اله الا انت سبحانک به حمد ربی انی ظلمت نفسی فارحمنی انک خیر الراحمین. یا اللهم لا اله الا انت سبحانک به حمد ربی انی ظلمت نفسی و توب علی انک انت التواب الرحیم. بعضیا اینو میگن گفته حضرت آدم و بعضیا معتقدن که در واقع حضرت آدم اومده بهترین اسماء مخلوق که حضرت محمد علی و فاطمه و حسن و حسین بوده رو و آدم با توسل به این کلمات از درگاه خدا درخواسته و تقاضای بخشش کرده. البته این سه تا تفسیر میگن هیچ منافاتی با هم نداره، ولی علامه مجلسی میگه ارتباط این نام ها رو با این اهل بیت اشاره کرده و میگن که در واقع جبرئیل وقتی جهت پذیرش توبه حضرت آدم اومده گفته یا حمید و به حق محمد، یا عالی و به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن و الحسین منکل احسان. حالا اینو علامه مجلسی میگه و تیکه یا فاطر و به حق فاطمه بعدش بعضی اون که در واقع عموم مطرح میکنن یا محسن و به حق الحسن یا قدیم الحسن به حق الحسین. ولی نکته اینجاست، نکته طلایی اینجاست، میگن از اونجایی که سند میارن، میگن در آیه 128 سوره توبه گفتن لقد جاءکم رسول من انفسکم، یعنی این که اشاره دارن که ما بر شما جاءکم رسول، یه رسولی رو از انفس شما، عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم.
میگن اینجا حضرت محمد رو به 2 تا صفت رؤوف و رحیم پروردگار، یعنی میگن جلوه اسم الهی با این 5 تن آل عبا معنی پیدا میکنه که اینجا رؤوف و رحیم با حضرت محمد سند به این آیه معتبر. یعنی میگه این آیه داره ربط میده به حضرت محمد و به 2 صفت الهی. میگه هر صفت یه معنی داره. شما یا فاطر رو به حق فاطمه، نکته اینجاست که صفت فاطر الهی که سوره فاطر هم هست به حضرت فاطمه، در واقع معنای عرفانی سوره فاطر بر حضرت فاطمه است. سوره در واقع اعلا برای حضرت علیه، یعنی یه سوره کاملا برای حضرت فاطمه ارتباطه و اسم و اون چیزی که واضح اسماء الحسنا اسماء الحسنا فاطر مرتبط با حضرت فاطمه. خیلی بحث سنگینیه. حالا توی جلسه من کاملا اینو اشاره میکنم. حالا اینجا هم در واقع تو همین آیه که من خوندم ما میبینیم که 4 قسمت رو اینجا مطرح میشه. عزیزون علیه ما عنتم حریصون علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. این حالا بعدا میشکافیم. 3 تا صفت ممتاز پیامبر رو میگه، یعنی میگه ما حضرت محمد بهتون که از جنس خود شماست و یعنی درون خود شما و انفسکم. حالا اینا مسئله است دیگه، حالا بعداً صحبت میکنیم. انفسکم در درون شما و میگه اون 2 صفت رحیم و رؤوف جلوه پیدا میکنه در حضرت محمد. بنابراین ما میایم تو سوره فاطر رو نگاه میکنیم، اینجا میبینیم که فاطر السماوات و الارض. سوره انعام آیه 14، آیه 101 سوره یوسف، آیه 1 فاطر، ابراهیم 10، زمر 46، شورا آیه 11. اینا همش میگه فاطر السماوات و الارض با هم میاد. کل سماوات و الارض سمبل، یعنی کل دنیا. علامه طباطبایی میگه اگر کلمه فاطر اسمی از اسماء الحسنا الهی است و ناظر بر فیض مستمر و دائمی خدا در ایجاد هستی، یعنی این اسم فاطر یعنی اون چیزی که خلق شده اولین بار. ابن عربی میگه من فاطر رو زمانی فهمیدم که 2 نفر اومدن چاه کنده بودن، یکی مدعی شد چاه مال منه، گفت من فتره کردم، یعنی اولین بار من این چاهو کندم. یعنی خلقه نیست، فرق فتره با خلقه اینه که اولین بار. حالا ریشه و اینا رو ما توضیح میدیم که چند تا از این ریشه ها هست و چجوری اینا توی فرصت بعد کامل صحبت کنیم. من به خاطر میلاد فقط این نکته رو میخوام بگم که فاطر، بس این یه فیض دائمی پشت فاطر هست، یعنی و یه ارتباطی هم حضرت فاطمه با فاطر داره و ما در رابطه با ریشه جدا کردن، بریدن از فتره، فاطمه، شکافتن، مثلا یه چیزی رو میشکافیم میشه فتره، ولی یه فاصله و شکاب و در واقع یا فطر وقتی که روزه شکسته میشه، یعنی یک بین 2 حالت یه اتفاق میفته، حالتی که اوج معنویت و پایانی صورت میگیره. آیات مختلفی هست که به فطر الله اشاره میکنه، فطرت الهی اینا. و آیه 32 فاطر میگه ثم اورثنا، میگه ما در واقع گروهی از بندگان به ارث بردیم از کتاب، بندگانی که آنها را برگزیدیم به میراث دادیم. میگه این کتاب و ثم اورثنا الکتاب، میگه این کتاب یعنی قرآن، این لوح ارزشمند الهی رو به گروهی از بندگان برگزیده. داره خیلی ملایم در مورد حضرت فاطمه داره اشاره میکنه. برگزیدیم به میراث دادیم. پس برخی از بندگان ما در اومدن به عمل به کتاب ستم کردن، بعضیا میانه رفتن و این داره میگه این هو الفوز الکبیر، کسی که این میراثی که از حضرت فاطمه است و پیروی میکنه، این فوز عظیم و فضل عظیم تو اینه.
نکته رو داره باز میگه. و به زیبایی. حالا ما قبلا صحبت کرده بودیم، گفتیم سوره کوثر رو گفته بودیم، میگه انا اعطیناک الکوثر، ما یه کوثری دادیم. یک خب بطنش اینه که به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، ولی یکی دیگه به ما، کسی که میخونه در هر درون هر کس ما یه کوثری هست که اگر فصل وصل بشیم به آن، سوره کوثر، فصل لربک، به اون کوثر وصل شیم، به کوثر در درون ماست، همون چیزی که در درون ماست، یعنی خدایی در ما، به اون وصل بشیم. بعد اینجا میگه فاطر و فتر، یا فاطر به حق فاطمه، یعنی وصل شدن به الله با وصل شدن به فاطمه که زنده است. نگاه کنید 4 تا فردی هستن که ما معتقدیم که زندن. حضرت خضر که آب حیات رو خوردن، ما بحث داشتیم آب حیات. الان نگاه کنید در روز تولد حضرت فاطمه ما باید آب حیات از حضرت فاطمه بگیریم. آب حیات حضرت فاطمه خوردن، حضرت خضر خوردن، حضرت عیسی و حضرت مهدی. هر سه اینا محشور میشن در واقع در زمان ظهور حضرت مهدی که 4 تا. پس بنابراین حالا این بس حضرت فاطمه یه آب حیات، یه کوثری که میگه وصل شو فصل لربک ونهر، و اون خواستهاتو ببر. این اگه خواستهاتو ببری نه بدبخت نمیشی. این نشانک هو الابتر، همه دنبالیده میشن دشمنانت. این چقدر قشنگه، داره پوینتو در مورد حضرت فاطمه. یعنی حضرت فاطمه در حالا چجوری میتونیم اینو پیدا کنیم؟ با تمرکز، تدبر، مدیتیشن، سکوت، آرامش، اون انرژی نهفته درونی، فیض دائم الهی که علامه طباطبایی هم اشاره کرده در فتره هست. حالا نکنی یه چیز دیگه این مطرح میشه، من سریع یه میگن آیه 42 سوره آل عمران، اونجا که گفته حضرت مریم انتخاب شد، پاک شد و بهترین زن عالم هست. بعد میگن حضرت فاطمه چی؟ موضوع این که حضرت مریم یه آیه اومده، حضرت فاطمه چندین سوره اومده. ما سوره های مختلفی رو تو جلسه قبل مطرح کردیم که در رابطه با خود حضرت بحث میشه. سوره الرحمن آیه 19، سوره کوثر، سوره انسان، سوره قدر، سوره مباهله، سوره آیات نور، آیات تطهیر و مودت، و قوی ترین سوره کوثر و سوره فاطر. و میگن حالا اون عالمین برای دوران حضرت مریم بوده. حضرت مریم بزرگه ولی حضرت فاطمه نسای جنت، اون عالمه، این دائم همیشه، یعنی آخرش حضرت فاطمه. خیلی مطلب هست، خیلی شعرهای مختلفی. من میخوام کوتاش کنم. سعدی شیراز، اقبال لاهوری، مریم از یک نسبت عیسی عزیز، از 3 نسبت حضرت زهرا عزیز. میگه اقبال لاهوری، این چقدر قشنگ میگه. یا رب به نسل سعدی شیراز، یا رب به نسل طاهر اولاد فاطمه، یا رب به خون پاک شهیدان کربلا، یا رب به صدق سینه پیران رازگو، یا رب به آب دیده مردان آشنا. همینطوری ادامه، خدایا به حق بنی فاطمه، من و دست دامان آل رسول، اگر دعوتم رد کنی ور قبول. همینطوری در واقع ثنای غزنویش، شیخ عطار، خواجوی کرمانی، ناصر خسرو، حضرت امام خمینی. مثلا عطار در الهی نامه خودش همینطوری میگه، داستان میگه پس آن فاطمه نور پیامبر بشد بر سر فکنده آن کهنه چادر، پس آن نعلین را در پای خود بست، پس آن مسواک را بگرفت در دست. اسامه گفت من آن کاسه آنگاه گرفتم، پس روان گشتم در آن راه. به پیش حجره حیدر رسیدم، ز گریه روی مردم می ندیدم. پیامبر گفت ای مرد نکوکار، چرا میگی آخر این چنین زار؟ بدو گفتم ز درویشی زهرا، مرا جان و جگر شد خون و خارا.
همینطوری ادامه میده، خیلی زیباست. اینا رو میتونین سرچ کنین پیدا کنین. و آخرین نکته زیبایی شد حضرت مولانا. حضرت مولانا میان بهش مطالب زیادی رو میبندن، میگن بله حضرت علی رو خیلی عالی گفته و فلان و این، اصلا کولاک کرده مولانا هم در حضرت علی، یعنی دیگه اصلا وحشتناک ابیات بسیار زیاد. میگن نه حضرت فاطمه رو نمیدونم در فلان بیتش گفته ایشون زاهده بوده، نمیدونم عارفه نبوده، زاهده از عارفه کمتره، خواسته نمیدونم چیز کرده. ولی من خودم تحقیقی که داشتم به یه رازی رسیدم، شاید کمتر دقت بشه. من به این نتیجه رسیدم که مولانا به خاطر فضای 800 سال پیش در فضای سنی مذهب، فضای خیلی حضرت علی رو خیلی مانو داده، به خاطر اینکه اهل تسنن هم به نوعی حضرت علی رو قبول دارن، ولی تا تونسته مایه گذاشته حتی نسبت به خلیفه های دیگه اهل تسنن، ولی برای حضرت علی واقعا در واقع مایه گذاشت. ولی حضرت فاطمه را خیلی زیبا و ظریف اومده در دفتر دوم و در بیت 1737 اومده میگه ور برای بنده‌اش از این گفتگو، آنکه حق گوید او من است و من خود او. اینو گفته. بعد اینجا تو کتاب آقای کریم زمانی خیلی زیبا اومده برای این بیت، اومده گفته اتحاد ظاهر و مظهر. گفته یه بحث سنگینی که عرفا با هم حتی دعوا دارن، یه همچین چیزی. ظاهر و مظهر میگن اتصال تجلی الله در هیکل ناسوتی بشریت. میگن یعنی خود خدا میاد تو فرد حلول پیدا میکنه. میگن اینو اومده مولانا گفته. خیلی بحث سنگینه توی زمان اینو میام تو داستان شعبان، یعنی بین داستان اون شعبانی که حضرت موسی میگه من میرم کفشای خدا رو جفت میکنم، حضرت موسی گفت این چی میگی تو؟ بعد خدا اومد گفت تو چیز نکن. تو اون اومده یه دفعه اینو میگه، بعد چند بیت میگه بین بحث یفه میگه فاطمه مد هست در حق زنان، مد را گویی بود زخم سنان. یعنی میگه فاطمه مدح در حق زنان، یعنی در حق زنان فاطمه یعنی سرور عالم هست و نوعی مدح و ستایش هست خود نام فاطمه برای زنان. فقط این اشاره میکنه. بعد از چی میگه؟ بعد از اون یعنی به نظر من حضرت مولانا خیلی ملایم، تقی‌وار، خیلی ریز داره میگه حضرت فاطمه تبلور یا فاطر و به حق فاطمه است، یعنی تبلور ظهور الهی در درون، در فطرت ماست و فطرت ما به اون ته بکنیم بریم داخل خودمون، حضرت فاطمه رو اونجا پیدا کنیم که به آرامش مطلق برسیم. یعنی بکنیم اون فطرت ذات درونی، میگن به رگ خدا به ما نزدیک برسیم، اونجا حضرت فاطمه رو میبینیم. فقط همینو میتونم سربسته بگم. و اگر فرصت بشه بعد بحث میکنیم. فقط میلاد و فقط خواستم بگم که خیلی جدی بگیرین و خیلی مهمه. بر خاتم انبیا محمد صلوات.